دوستان میخواستم در رابطه با آشنایی با فضای رویت صحبت کنم که دوستانی که تازه شروع میکنن با رویت کار کردن یه وقتا این فضا خیلی براشون چیزه خیلی عجیب و غریبه. به ما تو رویت دو تا فضا داریم، یه فضای مدل هست، یه فضای فامیلی هست. تو فضای مدل معمولا مثل فضای اتوکد ورک اسپیستون، جایی که فضا شروع میکنید به کار کردن و از اینجا فراخوانی میکنید با باز کردن اوپن یا نیو. و اگر دنبال المان هایی هستید که نیاز دارید مثل بلاک وارد بکنید مثل اتوکد و اسکچاپ، از فضای فامیلی استفاده میکنید به همین راحتی. حالا ما میخوام یه پروژه جدیدی رو شروع بکنیم. میایم از نیو، تب نیو رو میزنیم و اینجا از براوزر میایم. حالا ما پروژمون آرکیتکچره، تب آرکیتکچر استفاده میکنیم. حالا اگر توی یه شرکتی هستیم که دارای تمپلیت هست، پروژکت تمپلیت استفاده میکنیم. حالا نه، یه وقت پروژه دانشجویی هست و پروژه های شخصی هست، روی پروژکت میذاریم تیکه بمونه و اوکی میکنیم. این فضا فضای رویت هست. خیلی عجیب و غریبه یه وقتایی برای بعضی ها که چقدر تب داره و چقدر نمیدونم اطلاعات و نمیدونم آپشن و ایناست. ببینید بچه های معماری تبایی که مورد استفادهشون هست، تب آرکیتکچره، تب اینسرت، تب مسینگ اند سایت، ویو اند منیجمنت، مودیفای هم که هرچی تغییر میخواید روی یه المانی بدید میرید تو مودیفای اونجا تغییرات روی اون مثلا آبجکتمون انجام میدیم. پس تب آرکیتکچر هم همش هم با تصویراتی که میبینید توی این آیکونا هست مشخصه، مثلا دیوار و در و اینا رو میتونید از اینجا فراخوانی بکنید. چرا فضای روید با فضای اتوکد و اسکیچاپ با چه میدونم آرچیکد و اینا فرق میکنه؟ به خاطر اینکه روید یک برنامه کاملا واقعی هستش و وقتی که شما اینجا مثلا دیوار رو فراخوانی میکنید، این دیوار هم دیتیل معماریش به شما داده میشه، هم استراکچرش به شما داده میشه، هم ابعاد اندازش به شما داده میشه، هم متریالش رو میتونید خروجی بگیرید. یعنی در واقع چیزی که شما توی رویت طراحی میکنید میتونید راحت برید اجرا هم بکنید. بعد از اینکه آشنا میشیم با این تبای بالا و با این فضا، دو تا فضای خیلی مهمی هم هست که به اسم پراپرتیز و پروژکت براوزر. گرچه مثلا این دوتا معمولا اگر شما فضای رویت رو باز بکنید اینا زیر هم دیگه هستن. حالا من مثلا بر حسب بر حسب مثلا چیزی که عادت کردم اینو معمولا همیشه از اینجا ور میدارم، مثلا میذارم تو این فضا. پراپرتیز، شما هر آپشنی رو از اینجا فراخوانی کنید تمام اطلاعاتش اینجا برای شما نشون داده میشه و میتونید تغییرش بدید. اینجا هم که پروژکت براوزر معمولا در رابطه با طبقاتتون است. طبقه مثلا همکف اول دوم، تو هر طبقه هستید دو بار دبل کلیک میکنید روش و میرید مثلا هر آپشنی رو بخواید فراخوانی میکنید و اون طبقه کار میکنید به همین راحتی. یعنی این فضا فضای خیلی عجیبی هم نیست. فعلا تا اینجا رو داشته باشید تا کلیپ بعدی در رابطه با تبای بالا بیشتر توضیح بدم.